در جنت رسیدن میگه بالای در جنت میگه برادران عزیز سه جمله نوشته بودن. ایرا صاحب همین کتاب ریاض الناصحین میگه یکم خطش همین بود که لا اله الا الله محمد رسول الله. خون گرفتن از سرامون میگیریم، از پیشانی هامون میگیریم، از رخسارها میگیریم، ببینید از پشت ها، از پای هامون میگیریم. یعنی چندین موضع های هست که یعنی از اونجا حجامه. شما خواهید که سلامتی تون برقرار کنین، اگر شما خواهید که همون دردهایی که شما را ناراحت کرده دور کنین، از حجامه دیگه بهترین طبابت گفته است وجود نداره. علیه و اصحابه اجمعین. در آغاز برادران عزیز و گرامی از خداوند بسیار مهربان دعا گوییم که این خیرها و این احسانها و این ترددی را که برادر ما اکبر علی از روی محبتشون و از روی اخلاصشون انجام دادن، خدای مهربان قدرگاهش قبول کنند. در عوض این زحمت ها و مهنت هاشون که باید امید و باید خیلی گوییم امیدی از شفاعت پیامبر گرامی چند روز است که آمادگی و تیاری این روزها را می‌دیدن. خداوند خودشون و نزدیکاشون از شفاعت پیامبر نازنین برخوردار دارند و انشاءالله این گمان نیک هم در راست هر کدام شما هم دارید. شما هم برادران عزیز و گرامی هم همتون برای شنیدن کلام الهی اومدیم و برای در این محفل اشتراک کردن و از این یگان بهره برداشتن. خداوند قبول همه شما دم حسنات نیستم و هر یک تمنیات و مقصودهای نیکی که دارید خدای مهربان با فضل کرمش حاصل کردن. شیخ سعدی میگفت در این بحر جز مرد داعی نرفت، گم آن شد که دنبال راعی نرفت. کسانی که از این راه برگشتند برفتند و بسیار سرگشتند. خلاف پیامبر کسی راه گرفت که هرگز با مقصد نخواهد رسید. مپندار سر که راه صفا توان یافت مصطفی. وقتی برادران عزیز و گرامی الحال که ما در این محفل حضور داریم، یک حدیثی رو میخواستم برای شما معنا کنم و پیش از اونی که حدیث من برای شما گفته گذارم یک کتاب در دست داریم، ریاض الناصحین. یک ریاض الناصحین است و ریاض الصالحین است. این ریاض الناصحین اصلا میگیم همه عبارت از همین پندها و نصیحت های عبارته. در همون یکی از سفرهای دیگه سفر پیامبر نازنین مونه از معراجش حکایه میکنه. میگه وقتی که نزد همون در جنت رسیدن میگه بالای در جنت میگه برادران عزیز سه جمله نوشته بودن. ایرا صاحب همین کتاب ریاض الناصحین میگه یکم خطش همین بود که لا اله الا الله محمد رسول الله. دویم خطش میگه همین بود که
ما قدمنا وجدنا و ما اکلنا ربیحنا و ما خلفنا حسرنا. معناش چی است؟ هر چیزی رو که پیشتر از خودمان روان کردیم اونجا دریافتیم. هر چی رو که پیشتر روان کردیم اونجا دریافتیم و هر چیزی رو که در دنیا از مال دنیا صاحب شدیم و خوردیم فایده بردیم و هر چیزی رو که از مال دنیا یافتیم ولی فقط جمع کردیم و هیچ نه در جان خودمان نه در راه دینمان صرف نکردیم، برای اینهاش حسرت بردیم. سیوم چیزی که میگه دیدم امتون مذنبه و رب غفور. نگاه کردم که در پایانگیش نویسندگی است که یعنی امت پیامبر آخر زمان از امت گناهگار ہے، یعنی گناه دارن، گناهگارن، لیکن پروردگاری غفور دارن، پروردگاری که لغزش های اینها را میبخشد. الحمدلله رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، ما الله را سپاسگزاری میکنیم که اگرچند از امت گناهگار هم که باشیم ولی پروردگاری داریم که لغزش هامون را میبخشد، کمبودی هامون را میبخشد. و برادران عزیز و گرامی، این من قبلا به خاطر آن آغاز کردیم که ما از این شکوه خود، ما از این برکات خودمان باید آگاهی داشته باشیم که ما یک دیگر امت‌های پیشین ما خیلی فرق کننده ایم و خیلی رحمت الهی و خبرهایی که در راستی ما امت‌ها آمدگی هست، اینها حتی با امت‌های پیشین برادران عزیز هیچ نزدیکی ندارند. خدا رحمت کنه حضرت جلال الدین رومی را میگفت که چون به شأنش نگاه موسی کرد، شدن از امتش تمنا کرد. وقتی که حضرت موسی را که جلال الدین رومی میگه در مثنویش که هرگاهی که منزلت و مرتبه محمد صلی الله علیه و سلم که آگاهی پیدا کرد، حتی از امت چیدنش تمنا کرد که کاش مقصد از امتی مقصد می شدیم. یعنی برادران عزیز و گرامی، شما خداتونم با یک چشم عادی نگاه نکنید که شما بسیار یک امتی با منزلتین، بسیار یک امتی با برکاتین، یک امتی بسیار با قدر و قیمتی که این عزیزای خدا از این ما و شما را آگاه میکنند. دیگر حدیثی را که برادران عزیز و گرامی من خواستم برای شما آگاه کنم، حدیثی بگیم قدسی میگیم که جناب امام ابو هریره راوی این حدیث است و از نام پیامبرمون میگد و پیامبرمون از نام الله. یقول الله انا معه اذا ذکرنی فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملائين ذكرته في ملائين خیر منه. جناب ابو هریره میگد که الله مهربان گفته بود است که از نام پیامبرمون و پیامبرمون از نام الله گفت که خدای مهربان گفته بود است که من انا معه
اذا ذکرنی در ابتدای حدیث میگه انا عند ظن عبدی بی، یعنی خداوند گفته بود است که من نزد گمان بندم هستم. برادر عزیز، یعنی شما با پروردگارتون چی گمان دارید؟ حالا ببینید میگه من نزد گمان شما هستم. خداوند میگه ولی در شرح همین حدیث نگاه کنی میگه گمان بنده چیه؟ گمان بنده همین است که هرگاهی که من توبه کنم خدا توبه ما قبول میکنه. گمان ما همیه که ما با الله مهربان چی گمان داریم؟ گمانمون همیه که اگر من توبه کنم الله توبه ما قبول میکنه. الله ربی میگه مادام گمان تو همین باشد من از گمان تو، یعنی منم به همین گمان تو نزدیکم و همین گمان تو هم در نزد من حقه. گمان ما چیه؟ گمان ما همین است که اگر من یک لغزش خطا گناه کنم میگم این نزد گمان تویم. اگر عکسی ایره ما گمانش هم داشته باشیم برادرای عزیز، همین در عکسی همیم خداوند میگه من نزدیک گمانت. پس معنا این است که ما گمانهامون باید به الله نیک کنیم. برادر ما همیشه در راست الله مهربانمون باید گمانی نیک داشته باشیم. به همین خاطر برادران عزیز و گرامی در ابتدای حدیث الله مهربان همین را گفت که من نزد گمانی بنده ایم. بعد از آن چی میگه؟ میگه که من همراه شما هستم هرگاهی که مرا یاد میکنین. هرگاهی که اگر مرا یاد کنین ببینین یعنی من نزد شما هستم. البته اینجا مراد از نزد شما هستم مراد از این ذات اقدس الهی نیست. یعنی ما نمیتونیم که بگیم الله مهربان با همون ذاتش در نزد ما هست، بلکه با علمش، بلکه با خبرش، بلکه با رحمتش الله مهربان نزد ما هست. میگه هرگاهی که من یاد کنین من همراه شما یاد. اگر میگه تنها یادم کنی تنها یادت میکنم. اگر در بین جمعیت یادم کنی در بین جمعیت یادت میکنم که از جمعیت شما در بهتر است. یعنی شارح های حدیث میگن مراد از آن جمعیتی را که الله میگه از شما در بهتر است ملائکه های مقربند. ملائکه های مقرب یعنی در نزد ملائکه های مقرب که اونا از جمعیت شما بهتر هستند من نزد اونها شما را یاد میکنم.